سلام عشقای داداش، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم خیلیتون خوب باشه، مثل همیشه عالی باشید و ماچ به سر کله همتون. و آقا عشقا، امروز اومدیم 5 تاگان چیز برتر این سیزن که یکم واقعا دور ویدیوشو گذاشتم بهتون بگم. این اولش مهمترینش اچس آقا نگاه که چجوری وان شات میکنه، خداست. اصلا فقط وان شات، چیزی به جز وان شات نداره. واقعا این اتشمنت خیلی خوبه، یعنی واقعا گاده خداست. آقا عشقای من، اول این که آقا حتما چنل رو ساب کنید، واقعا به حمایتاتون نیاز دارم. ویدیو رو تا آخر نگاه کنید بچه‌ها، این که ویدیو رو تا آخر نگاه کنید خیلی برام مهمه و این خیلی کمک بزرگیه من تا یکم دیده بشن. سر ادامه ویدیو آقا دیگه این کلا وان شات اتچمنت منم براتون میزنم. اینم از عکس اتچمنت. و عشقای داداش آقا، این که دیگه وان خالیه ها. بعضی موقع هم دو شات میکنه، واقعا بعضی موقع هم دو شات میکنه، اینو قبول دارم. و آقا طرف دیگه ایمونه خیلی اتچمنت خوبیه. داخل لجند چی میگم، داخل لجند یعنی با لجند و با اپیک حالا عادی فرقی نداره، همش یکی. کلا اتچمنت ها همینجوری بچه ها. 117 اتچمنت نداریم چون 117 خودش بافه، هر اتچمنتی هم میخوایم بزنیم روش داداش. ولی به نظر من یه 117 نزنیم، یکم چی کنیم. اما اینم جک 12 هم خیلی باف شده ولی من اصلا دوستش ندارم چون گان فشاری گفتم بزنم، شاید بعضیا بزنم دیگه. بازیه بالاخره، تفنگ بازی دیگه کارش نمیشه کرد. تفنگ بازی قوی میشه باش بزنی راحت عشق کن. ولی به نظر من از نظر اخلاقی کار درستی نیست که از با این تفنگ بزنی. زود رسیم بریم سر فنیک. آقا فنیک رو نگاه چه ADSی داره، چه ایمی رو طرف نابود میکنه. اصلا خداست این گان. کمتر از 3-4 ثانیه انمی رو میندازه اگه ایمتون اینجوری خوب باشه. حالا من این من خوبه و خیلی آقا من میخواستم حقیقتش فقط اچس رو بزنم. یه ریکورد کرده بودیم 8 دقیقه‌ای ولی متاسفانه خراب شد آقا. ما خیلی فشار اصلا خوردم. چه پلی شده بود، رفته بودیم کاستوم اچس هم کشیده بودیم فقط میزدیم. آقا خیلی حال داد اون موقع. اصلا دلم میخواست براتون ویدیو رو بزنم. بچه یه گانی که من خیلی دوست دارم چیه؟ گان تایپ 19. درست میگم؟ آره تایپ 19. بچه گان تایپ 19 خیلی اوکیه به نظر من. نگاه کنید دیگه خودتون دارید میبینید لگدش کمه، راحت میندازه، مثل 117 میندازه. میشه با 117 رقابت بندازه، یعنی رقابت کنه. ولی اگه 117 بزنید بهتره به نظر من. اگه از 117 خسته شدید برید سراغ این گان، خیلی خوب میزنه، خیلی اوکی. EM2 همه چی هم EM2 کریکسیکس و اینا هم اوکیه، میتونید بزنید. بریم آقا سر دیل ها اکثرا یکی هستن، یعنی هر جا بزنی بجز هد 150 تا دمیج بهشون میده. اون که داخل دراپ میچینی و بیشتر انمی هم کم، یعنی خیلی مثلا داخل یه مش آنمای کمی هستن که آمار 200 میزنن، انمی کمی هستن اول بازی. مثلا بعضیش هم آمار 200 گیرشون نیاد، شاید حالا به هر دلیل گیرشون نیاد، ولی اگه بهشون بزنی 150 تا راحت میافتن. داخل پا بزنید یعنی ته پا همه دمیج اینا بهتون نشون میدم. نگاه داخل سرش 360 دمیج میخوره، داخل سینهش حدوداً 130 150 هم یعنی هلوشا، و پا هم 80-90 میخوره که به نظر من خیلی خوبه. آقا ببخشید صدام یکم گرفته، یعنی من صدای من هر ویدیو میگیره واقعا. آقا واقعا خیلی یکم بد حرف میزنم چون که خیلی انگیزه ندارم واقعا برای این چه ویدیو بزنم، چون اصلا حتی یه دونه لایک هم نمیگیره و ساب فقط 3 نفر ما رو ساب کردن. کلا ویدیو چنل 50 تاست فکر کنم، 30 تا یه ویدیو. فقط ویدیویی که سی پی رایگان گذاشتیم 30 تا ویو خورد، اون به خاطر بحث سی پی ایناش بود. بچه ها ویدیوی قبلم کلیک بیتم بود، حتما برید نگاه کنید. آقا سی پی رایگان
منظورم این نیست که اکتیویژن بیا سی پی رایگان بده، باید چند تا کار انجام بدی. و بچه‌ها ویدیو بعدی میخوام یه راهی بهتون بدم که بتونید از بازی کردن، یعنی همین کالاف که بازی کنین، پول در بیارین. آقا دیگه بریم سر ویدیو. بچه‌ها این حدوداً 42 تا دمیج میده داخل سر و بقیه‌اش هم 38 تا اینا. خیلی خوبه به نظر من. بچه‌ها فنک یکم دیگه لگر فنک زیاده، ولی اگه لگر گیریش کنید اوکی به نظر من. آقا این جک 12 چه دمیجی داره خداییش. 23 تا تیر میخوره. نگاه. یعنی قلف میکنه روی انمی دیگه. انمی هیچ کاری نمیتونه کنه. آقا بریم سر اچ اسید 259 تا دمیج میده. حدودا داخل شکم 268 تا 288 تا 300 تا هم دمیج میده تازه. هیفایرش هم همین نولاشاست و به نظر من استفاده کنید خیلی خوبه. و آقا حتما برای به نظر من بچه‌ها من میخوام یه ویدیو هم بزنیم برای پرو فرق پرو نو. بچه‌ها واقعا این میخوایی که بازیتون بهتر شه برید اوپن لابی پلی بدید یا برید کاستوم. همون کاستوم اوپن لابی چه فرقی میکنه. بریم آقا سراغ دمیج این چیه جک 12. بچه‌ها نگاه کنید داخل سر که میزنیم 52 تا 61 دمیج میده. 70 هم دمیج میده. 79 این خیلیه. یعنی 2 تا 79 اصلا میگیم 2 تا 70 میشه 140 تا. یعنی 2 تا تیر بزنیم داخل هدش 140 تا دمیج داده. حدودا با 4 شات میندازه. اینجا داریم تست میکنیم. میریم جلو نگاه اینجا میزنیم حدودا با 4 تا شات میندازه. اینجا میخواستیم که تک تک بزنم ببینم میشه مثلا به عنوان اچ اس اینا استفاده کرد ازش، ولی واقعا نمیشه. و عشق برای بار دوم میگم لطفا ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، ساب بزنید، زنگوله هم لایک و اینا هم انجام بدید. خیلی ممنون که این ویدیو رو دارید نگاه میکنید. اگه تا الان هستید بهترین رفیق منید. و بچه‌ها واقعا من برای یوتیوب نیومدم برای پولش، اصلا اینطوری نیست. ولی شاید بعضی بیان شاید بعضی نیان، این خیلی خودش فرق داره. و بچه‌ها به نظر من اومدم برای اینکه حرفم بتونم با رفیقایی که پیدا میکنم بزنم، میتونم با رفیقام حرف بزنم، رفیقایی که نمیبینمشون ولی میدونم چقدر آدمای خفنی هستن، میخوام بیان حرف بزنم.